تصاویر تازه آریانا سعید که اصلا باورتان نمی شود. آریانا سعید در کشور دبی کاملا شکل و شمایل خودش را تغییر داده است و تازه ترین تصاویر آریانا سعید که کاملا خود را مانند زنان هندوستان ساخته است. آریانا سعید به چی دلیل در کشور دبی سفر کرده است و تقلید عجیب غزال نایت از آریانا سعید؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، ملکه دلهای افغانستان، هنرمند بی‌بدیل، ناماشنا و محبوب کشور، این روزها سفرهای متعددی به کشور دبی داشته است و در آنجا در محافل خوشی پولدارترین مردم افغانستان اشتراک کرد و لباسهای مختلفی بر تن کرده است. جدیداً آریانا سعید به دعوت یکی از پولدارترین مردان عرب در کشور عربستان در یک میمانی اشتراک کرده است و در این میمانی آریانا سعید کاملا لباسهای هندی بر تن کرده است که مورد حمایت و استقبال گرم مردم عربستان و هندوستان قرار گرفته است. اما تاکنون انگیزه این معلوم نیست که به چی دلیل آریانا سعید این گونه لباسها را بر تن کرده است. آریانا سفرهای متعددی به سرتاسر جهان داشته است و قرار است تا یک ماه دیگر آریانا سعید کنسرت بزرگش را در کشور استرالیا برگزار کند. آریانا همیشه مورد حمایت، تشویق و مهمان نوازی های افغانهاش روبرو می شود. آریانا سعید قرار است در کشور دبی مانند غزال سادات سرمایه گذاری انگفته کند، ولی معلوم نیست در کدام قسمت قرار است آریانا سعید سرمایه گذاری های خود را انجام بدهد. ولی من آرزوی سعادت، خوشبختی و کامیابی برای این هنرمند جوان و با استعداد کشور خود از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.